غافلگیر شدن شوهر مهرماه غزل، اما از طرفی که مهرماه غزل با کی عروسی کرده است و سپرایز باور نکردنی مهرماه غزل برای شوهرش. مهرماه غزل اکنون کجاست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. مهرماه غزل هنرمند جوان، تازه کار و موفق کشور که وی خواهر دنیا غزل می باشد. دنیا غزل در ابتدا رقص در محافل مردانه می کرد، اما با آنکه دید بازار هنر خوانندگی در افغانستان گرم است، دنیا غزل هم مسلک خوانندگی را انتخاب کرد. وی توانست در مدت بسیار کوتاهی در میان هنرمندان افغانستان شهرت خوبی پیدا کند و بعد از شهرت یافتن دنیا غزل، وی خواهر خود را مهرماه غزل را تشویق به هنر خوانندگی کرد و چندین آهنگ دوگانه ثبت کردند و در میان جوانان کشور شهرت هنری خوبی هم پیدا کردند. مهرماه غزل و دنیا غزل بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان به کشور پاکستان مهاجرت کردند و در کشور پاکستان بخت مهرماه غزل باز شد و با یک پسر پاکستانی ازدواج کرد، ولی تاکنون هویت شوهرش معلوم نیست و تصاویر هم از شوهرش در صفحات مجازی نشر نکرده است. مهرماه غزل بعد از عروسی و طور کامل از تمامی صفحات مجازی دوری کرد و تمامی تصاویر خود را از اینستاگرام خود پاک کرد. مهرماه غزل در سال روز تولد همسرش مژده بارداری خود را برایش داده است که همسرش با این خبر خیلی خوشحال شده است و همسر مهرماه غزل و گفته خود مهرماه غزل یکی از پولدارترین افراد پاکستان می باشد و مهرماه غزل دوباره خواسته با خواهرش دنیا غزل آهنگ دوگانه ثبت کند. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمام جوانان کشور و هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.